وقت به حجاب به نمایش میبرایی خیال میکنی خیلی کاری خوبی کرده ای؟ زنی که به نمایش میبراید و زیبایی هایش را برای مردان نشان میدهد بدترین زن عالم است و از جمله زنان منافق به شمار می رود. چون این زن اگر توبه نکرده بمیرد داخل جنت نمی شود و حتی بوی جنت هم در مشامش نمی رسد. چون این زن از جمله دوزخیان و لعنت شده است. من کسی را خصوصی حکم نمی کنم که تو فلانی دوزخی هستی یا تو فلانی منافق و بدترین هستی، بلکه پیامبر خدا را به شما می رسانم. از پیش خود چیزی نمی گویم. در روایت بیهقی آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید و بدترین زنان شما کسانی هستند که خود را به نمایش می گذارند و متکبر هستند. آنها منافق هستند که از آنها داخل جنت نمی شود مگر عدد خیلی اندک. تکبری چون این زنان در آن است که وقت به آنها نصیحت کرده شود از روی تکبری می گویند تو به من چی کار داری؟ کار خودت را کن. یا مانند چنین سخنان را می گویند. خواهرم، پیامبر خدا صفت زنان دوزخی را بیان فرمودند مبادا از جمله زنان دوزخی باشی. در روایت مسلم آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید دو گروه از اهل دوزخند که تا حال آنها را ندیده ام. یکی از آن دو گروه دوزخی زنانی هستند که لباس پوشیدند ولی با وجود لباس پوشی برهنه و لوچ هستند، یعنی لباس پوشیده اند که تنگ و تنوک یا نیم برهنه است. این حدیث در روایت احمد و ابن حبان با چنین الفاظ آمده است که پیامبر خدا درود خداوند بر عباد می فرماید چو این زنان را لعنت کنید زیرا آنها لعنت شده اند. خواهرم، حالا هم دیر نشده است. نوارهایت را از شبکه ها پاک کن. توبه کرده به سوی الله بازگرد. مبادا مرگ به سراغت بیاید در حالی که توبه نکرده باشی. به خاطر دنیای دو روزه آخرتت را برباد مده. مراد ما نصیحت بود و گفتیم، حوالت با خدا کردیم و رفتیم. پروردگارا، تو شاهد باش که من کلام حق را به این خواهران رساندم. پروردگارا، هدایت از جانب توست. زنهای مسلمان را هدایت فرما. آنها را از زنا و فحشا و منکرات دور بگردان. آمین یا رب العالمین.